سلام بچه ها، چطورید؟ خوش اومدید به این ویدیو. توی این ویدیو میخوام یکی از سخت‌ترین و باحال‌ترین چالش‌های ماینکرافت رو برم. این چالش اینطوریه که تو از اند شروع میکنی و باید بازی رو تموم کنی و اندر درگون رو بکشی. جالبه بدونی این چالش روی هاردکور مود هست و من اگه یه بار بمیرم بازی برای همیشه تمومه. خب زیاد حرف نمیزنم، لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره بزنید، بریم سراغ ویدیو. خب من توی جزیره NCT اسپان شدم و مشکل غذا خدا رو شکر نداریم، چون این درخت‌ها رو که بزنیم بهمون غذا میدن. همینطوری که چند تا از این درخت‌ها رو جمع میکنم، باید بگم که هدف اولمون توی این بازی پیدا کردن NCTه، چون احتمال کمی وجود داره که بهمون توی NCT پیککس برسه و با اون پیککس ها باید تقریبا 1000 تا بلاک جمع کنیم تا با اون 1000 تا بلاک از توی وید بگذریم و به جزیره اصلی اند، همون جایی که اندر درگون هست، برسیم. خب من رندر دیستنس بازی رو بردم بالا و از دور یه دونه NCT دارم میبینم که متاسفانه کشتی نداره که الایترا بهمون برسه، اما همینم اوکیه. خب بریم چند تا اندر پرل جمع کنیم. یه فضای این شکلی ساختم و الان فقط کافیه که توی چشم چند تا اندرمن نگاه کنم تا بیان دنبالم و بکشمشون. شاید بگید اندر پرل واسه چمه؟ خب برای اینکه بین جزیرهای NCT بگذرم قطعا نمیتونم با دست خالی بگذرم و نیاز به یه تلپورت دارم. خب حالا ما 3 تا اندر پرل داریم، اما بذارید 2 تا دیگه هم جمع کنیم. از این 2 تا اندرمنی که اومدن متاسفانه فقط یکیشون اندر پرل دراپ کرد، اما خب اشکال نداره، به اندازه کافی جمع کردیم و الان باید بریم به سمت NCT رو از اینجا دارم میبینم، اما خب مثل اینکه باید از یه دونه اندر پرلام استفاده کنم تا برم اونور. امیدوارم به جای دیگه ای نخوره که همین 2 دقیقه اول ویدیو بمیرم و نه، مثل اینکه همین چی اوکی. بذارید یه توضیح راجبش بهتون بدم. این 2 تا اتاقی که میبینید هیچی چست نداره و رسما هیچی به ما نمیرسه و ما باید بریم به سمت این برج بالایی که میبینید و داخلش 2 تا چست هست. خب بذارید ببینیم باید چیکار کنیم. فکر میکنم اگه یه دونه اندر پرل بزنم و یه ذره برم بالا اوکی باشه. خب اوکی، الان این لامپا رو حداقل فعلا جمع کنیم. نمیدونم شما بهش چی میگید ولی من بهش میگم لامپ. خب حالا میتونیم با استفاده از همین یه ذره بریم بالا چند بلاک تا از اندر پرلمون الکی استفاده نکنیم. هرچی از این لامپا رو میبینم جمع میکنم، چون به عنوان بلاک میشه ازش استفاده کرد. دارم سعی میکنم برم بالا ولی این شالکرها خیلی دارن اذیت میکنن و اگر یکیشون بهم بخوره احتمال مرگم خیلیه. بذارید فعلا این شالکر رو بکشیم چون خیلی داره رو مخم میره. خب حالا بالای یکی از این اتاقایی که بهتون گفتم داخلش چستی نیست هستیم. بذارید این لامپا رو جمع کنیم و ببینیم که باید چی کار کنیم. اگه بتونم یه اندر پرل بزنم و بالای اون برج وایسم عالی میشه. بذارید یه امتحان کنم. خیلی شانس آوردم که اندر پرل جای مناسبی افتاد. الان وقتشه از این لامپایی که کندیم به عنوان بلاک استفاده کنیم و همینطوری بریم بالا. خب فکر کنم الان باید با دست این بلاک ها رو بکنیم که یه ذره طول میکشه. اوکی، بذارین اینجا رو هم ببندیم که این شالکر رو اذیتمون نکنن. 2 تا چست اینجا رو میبینید، سری باید شیشه رو بکنم، چست رو لوت کنم و مثل اینکه چیز خوبی بهم نداد. بذارید اون یکی چست رو امتحان کنیم. قشنگ چرت ترین چیزایی که میشد بهم بده رو داد. حالا دیگه کاریش نمیشه کرد، باید بریم پایین و دنبال یه NCT دیگه بگردیم. دقیقاً بعدی این چالش اینه که باید هر بار دنبال NCT بگردی که بهت یه پیککس بده، وگرنه هیچ کاری نمیتونی بکنی. از اونجایی که اندر پرلام تموم شده بود تصمیم گرفتم چند تا اندرمن دیگه بکشم و ساعت هاست دارم میگردم و هیچ NCT پیدا نمیکنم. الان تنها چیزی که داریم یه کلاهه که اصلا به دردمون نمیخوره. پشمام، ببینید چی پیدا کردم. یه NCT با کشتی که الایترا هم میتونه بهمون بده. قطعا توی این یکی باید بهمون پیککس بده، چون که بجز این که 2 تا چست توی برج اون بالا هست، 2 تا چست هم توی کشتی هست. خب بذارید با یه دونه از اندر پرلامون یه ترای بزنیم ببینیم میریم اون بالا و خب اوکی، همینم اوکی. دوباره این لامپا رو جمع کنیم تا به عنوان بلاک ازشون استفاده کنیم. یعنی به نظرتون میتونم یه اندر پرل موفق بزنم و خب اوکی، اینم اوکی. استرس ها رفت شد. بریم داخل کشتی ببینیم چی گیرمون میاد. همیشه خدای شالکر مزاحم هست که باید بکشمش
و بله ببینید چی پیدا کردم، پیککس فورچن دار با افیشنسی و او مای گاد یه پیککس دیگه هم پیدا کردم که الان 2 تا پیککس داریم. بذارید این الایت رو هم بردارم. الان 2 تا پیککس داریم و رسما نیاز به چیز خاص دیگه ای نداریم، ولی بذارید یه سر به اون برج بالا هم بزنیم. برای این کار باید کلی بلاک جمع کنیم، پس بذارید این کشتی رو خالی کنم. نظرتون چیه اینجا فرود بیایم و همینطوری بلاک بذاریم و بریم بالا تا وقتی که به اون برج برسیم؟ توی این مسیر چند تا از شالکرها اذیت کردن و جون منو خیلی کم کردن، برای همین مجبور شدم باتل جونو بخورم و بعدشم خیلی سریع با الایترام بیام پایین. هر چقدر دارم سعی میکنم که اینطوری با بلاک برم بالا، مثل اینکه نمیشه، این شالکرها نمیذارن و خیلی ریسکیه. بذارید بریم روی زمین و چند تا اندرپرل جمع کنیم. به صورت کاملا اتفاقی به چش یکی از اندرمنو نگاه کردم و افتاده دنبالم. خب خطر رفع شد و الایت رو نجاتمون داد. این سری خواستم از یه جای دیگه بلاک بزنم و برم بالا که خیلی سیفتر و امتر بود و هیچ بلایی هم سرم نیامد. به به، یه دونه آرمور دایمندی و یه دونه کلاه دایمندی و توی این چستم 2 تا شلوار دایمندی پیدا کردیم که این خیلی عالیه، اینطوری راحت از اندرمن ها نمیمیریم. خب دیگه بیخیال شدم و اومدم پایین. دوباره اندرمن زد دنبالم. الان شرایط همه چی رو داریم، فقط باید با این پیککس ها تقریبا 1000 تا بلاک جمع کنیم که خیلی از وقتمون رو میگیره. این اندرمن خیلی رو مخمه، بذارید. خب بیخیال. همینطوری که داشتم میکندم پیککس دومم هم خراب شد، ولی نه، این فقط یه ادیت بود. فکر میکنم انقدر بلاک کافی باشه و الان ما تقریبا 1000 تا بلاک داریم و حالا باید بریم به سمت نقطه اسپانمون توی جزیره NCT و 1000 تا بلاک پل بزنیم تا برسیم به اندر درگون. اینم باز خیلی از وقتمون رو گرفت، ولی خب توی یه تایم لپس بهتون نشون میدم. بالاخره رسیدیم به اندر درگون و زیاد دیگه کار سختی نیست. بذارید همه این کریستالا رو اول منفجر کنیم. حالا فقط باید صبر کنیم که اندر درگون بشینه و وقتی که داشت مینشست بریم پایینش و با پیککسمون بهش ضربه بزنیم. این کار خیلی آسونیه، فقط باید حواسمون باشه که دقیقاً کی میشینه و یه تایمی بریم که ما رو پرت نکنه اونور. و بالاخره اندر درگون رو شکست دادیم و بازی رو تموم کردیم. شاید فکر کنید چه چالش آسونی، ولی باور کنید خیلی سخته، چون شما ممکنه چندین بار NCT ها رو بگردید و هیچ پیککسی بهتون نده و بدون پیککس هم هیچ کاری نمیتونید بکنید. واقعا اولین بار از دیدن چوب توی ماینکرافت انقدر خوشحال میشم. خب بچه‌ها، اینم بود از چالش شروع ماینکرافت هاردکور از آخر که امیدوارم خوشتون اومده باشه. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره و تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.